از شرایط تحصیل در دانشگاه و معماهای دانشجویان در وقت تحصیل می‌خواستیم گزارش تهیه سازیم، اما دانشجویان از مشکلات خود حرفی نزدند. آنها از حیات و شرایط تحصیلشان راضی بودند. مشکلی همه با میشن مشکلی مشکلی اقتصادی مشکلی مشکل را حل کردنش ده همه کس نمیتواند حل کردن. برای خیلی که Альберт Эйнштейн میگوید в самом глубоком трудности кроется возможность. در چقری در هر یک مشکلی حیات فایده امکاناتی حل نمودن هوای است. برای همین هم من درباره مشکل یگان خیلی فکر نمیکنم. من دانشجو همین تا سال 4 کلاس تحصیل میکنم، همه چی راضی هستم. اقتصادیاتی من خوب است، من هم کار میکنم هم میخونم، من هیچ یعنی وای ندارم، مشکلی از حیات دانشجو هم راضی میباشم، زیرا این روزها در شرایط تحصیل خیلی برای ما خیلی فراهم آورده شده است. با تمام تکنولوژی‌های حاضر زمان مجهز میباشند. بحث دانشگاه درس زور بلابته مزی رازه. من خیلی شادم. اینجا یک جای دانش آموزی دانش بسیار مستحکم میکنیم. آینده ما بسیار یاد ما وای میکنن، خیلی ما درخشان میکنن. من خیلی مشکلات نداره؟ نه مشکلی نداریم، خدا با شکر. ایراجا ما هست، خورد خوراکم هست، همه چیز هست فایزه. برای فهمیدن شرایط تحصیل دانشجویان در دانشگاه و دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов رفتیم. از فاکولتت‌های تلکمونیکاسیون و تکنولوژی‌های اطلاعاتی و فاکولتت بیولوژیا و شیمی دیدن کردیم. سیمخانه‌های فاکولتت تلکمونیکاسیون و تکنولوژی‌های اطلاعاتی دانشگاه با سیستم گرمایدهی تامین بوده، لوازمات ضروری تکنیکی مجهز بود. برای آماده نمودن متخصصان در این ساحه کل شرایط از جانب ریاست دانشگاه فراهم آورده شده است. این حال در فاکولتت 10 لابراتوری کامپیوتری جهازانده شده است که پورا در روند تعلیم استفاده می شود. علاوه بر این 2 لابراتوری سیستم‌های تلکمونیکاسیونی عمل می کند که گفتن ممکن است در ولایت نادر است و متخصصان ساحه تلکمونیکاسیون که عین حال طلبات در بازار مهنت به آنها نهایت زیاد است آماده می سازد. اینچنین سال جاری با دستگیری ریاست دانشگاه در نزد فاکولتت لابراتوری اینواسیونی تأسیس داده شد. در فاکولتت 10 لابراتوری کامپیوتری موجود است. دانشجویان درس‌های عملیاتی خود را در آنجا می‌آموزند. در فاکولتت به نمود روزانه 735 نفر و غایبانه 145 نفر دانشجویان تحصیل می‌کنند. دانشجویان این فاکولتت با اختراعات خود و یکچند موفقیت‌های علمی و تکنولوژی کامیاب گردیدند. خرسندی‌آور همین است که این قید کردن لازم است، مخصوصاً همین سال‌های آخر توجه دانشجویان به اختصاص‌های با تکنولوژی اطلاعاتی علاقه‌مند نهایت زیاد است که این خود از طلبات بزرگ مهنت به فکرم شهادت می‌دهد و امروز دانشجوی امروزه اساسناک انتخاب کرده ایستاده است همین کسب. با وجود در مقایسه با سالهای پیشین اگر گیریم در حقیقت توجهی دانشجوی داوطلب به این اختصاص ها زیاد است و عموما خودی رشد همه ساحه ها از آن شهادت می‌دهد که متخصصان همین ساحه در حقیقت امروز نهایت به اقتصادیات ساحه های گوناگون خواجگی خلق ضرور است. در لابراتوری تکنولوژی دانشجویان اختراعات‌های جالب گذاشته شده است. آن را خود دانشجویان این فاکولتت اختراع و کارکرد نمودند. یکی از اختراع آخرین دانشجویان این فاکولتت قطعه خودکاری است که برای نقاب‌های استفاده شده پیش بینی گردیده است. و داخل آن نقاب استفاده شده را می‌پرتایند که برای اطراف بی‌ضرر باشد. تجهیزات ساختیم که آن برای پرتافت ماسک‌های استفاده شده میباشد و آن هنگامی دست را نزدیک بردن کشوده میشود و هم باز خودش محکم میشود. این تجهیزات ماسک‌های استفاده برده را به آن میپرتیم و این بی‌ضرر میباشد. در داخل بناها و پهن نکردن ویروس ها استفاده برده شده است. باز یک اختراعات مهمی که شهرت و استفاده سری وقتی آن در تمام فاکولته های این دانشگاه رایج گردید، این اختراع دستگاهی سانیتایزر می باشد. تجهیزات اختراع شده هم حرارت بدن را معاین می کند و همزمان دستان را با محلول آنتی سپتیکی بی‌ضرر می سازد. این تجهیزات سانیتایزر پلوس این حرارت سنجیدن حرارت بدن انسان و تازه کردن دست را به طور اتوماتیک یعنی خودکار به راه ماندگی در این خود تجهیزات در وقت استفاده بردن این تجهیزات
масофаи иҷтимоӣ вайрон намешавад, яъне қоидаҳои карантин ки ҳозир вай рафта истодааст вайрон намекунад. در ادامه مشاهده خود ما فاکولته بیولوژی و شیمی را دیدیم. در این فاکولته 1327 نفر دانشجویان به تحصیل روزانه و 1314 نفر به تحصیل غایبانه فرا گرفته شدند. دانشگاه برای تحصیل دانشجویان امکانیت‌های وسیع تعلیم را پیشنهاد کرده است. در فاکولته ما شعبه بیولوژی طبی یعنی با کارهای تخصصی تحلیلی لابراتوری متخصصان تیار میکنیم که همه شرایط برای آنها مهیا می باشد. پس از ختم کردن فاکولته ما آنها به واسطه دکتران تحلیلگران شده می توانند که در ساحه گوناگونی طب فعالیت برده می توانند. آنها می توانند در لابراتوری‌های نزدیک کلینیکی، در لابراتوری‌های گوناگونی تشخیصی فعالیت برند در آینده. ما در روز دانشجویان خواستیم از مشکلاتشان نیز پرسیم، اما همه آنهایی که واخوردیم و پرسیدیم از شرایط امروزی تحصیل و زندگیشان قناعتمند بودند. بگذار چنین باشد. گزارشی سومن حمیدی و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.